دوستای عزیز و گرامی، دوستان، خانم‌ها، آقایان و هم‌صنفی‌های عزیز، هفته پیشتر پیرامون جنگ اسرائیل یا حمله اسرائیل به ایران بود که امروز ادامه از او را داریم. در اینجا بورانا تنش‌ها جنگ تجاوزگرانه اسرائیل علیه ایران، بخش اول فارسی و او دفعه دیگه بخش دوم فارسی است. پیشترش بخش اول فارسی بود، حالا بخش دوم است. این در بخش دوم کوشش بر سر از این میشه که چرا جنگ شد و چرا بازی جنگ نشد، یا ای که نخواستن که جنگ ادامه بده. در روزهای پیشتر مثل که در اینجا گفتیم که ایران چندین نامه داره و در اینجا یک نقشه از ایران است که این نقشه را ما پس میکنیم، چون که گفتیم که بعضی نفرها گفتن که ایران اصلا وجود نداشته و دیدیم که نقشه فریدریش فون شتوپناگل که اینجا ایران هم است و توران هم است و از نظر تاریخی پرتیم که از اولین کسایی که پیش از آریایی ها یا ایرانی ها یا در اینجا بودن که او را در آلمانی و خارجی ها او را زوزا میگه، اما او را ما با پارسی او را شوش میگیم و در منطقه ایلام بود که رسم خط ای را ساختن که تقریبا بین 6000 و 7000 سال پیش بوده، یعنی بیشتر که در 4000 یا 3000 سال پیش از میلاد بوده. و این چی که گفتیم ایران یک یا آریانا یا ایلام یا ساکا یا یا کلی از یا ازمی با تمدن‌های بسیار پیشرفته سر کار داشتن. هنوز ای که ترامپ جان یا شروع میکنه و که یا انسان نیستن و یا ترس یک کلیش تبلیغات هست که پشت حرفای از این نفر هیچ کس نمیگرده. خودش یک آدم بیسواد است که می ترامپ نه تنها بیسواد منظور منزی که یعنی نوشتن و خواندن یا داره، اما اینقدر که آدم است که هیچ منبع علمی فکر کنم که نخوانده. می تمام میگیم زیادتر همی چای ازیام درست نمیفهمم که چی منظور از چی است. از نظر اقتصادی و شکست شده که در همراه کل دنیایی در هست که تو با ما چی میگن گمرک زیاد کن، یعنی گمرک بر ما 50% 100% را که در تمام دنیای آدم کسی گپ از ایران قبول نمیکنه و گفته بود که ما میخواهیم که اوکراین در یک روز چی کنیم، مسئله را حل کنیم. ایام نشد، یک روز هم نشد. حالا تقریبا از وقتی که سر قدرت آمده اینا در 20 اول بوده، این حالا ماه ششم است که آدم یک نتونست که در مسئله اوکراین یک دفعه حل کنه.
خب ما آمدیم پس در رابطه با مسئله چی ایران، در ایرانی چی کار کردی؟ گفت که ایران رو ما جور میکنیم خودش از برجام که میگه، یعنی کشورهای اروپایی ناتو زیادتر کوشش کردن که در زیر نام اسلحه های اتمی در آژانس بین المللی در ایران بکشه و ایران هم گفت که میتونن که بیاید. نفرها آمدن دیدن و هر دفعه که نفرهای آژانس می آمدن و بعد از یا دولت ایران از پیش دولت ایران گفته میشد که تو باید همکاری کنی و نامای از این نفرها را بر ما بگوی، نامای علمای هسته‌ای را یا انرژی اتمی را، و یا برشان نامه را میدادن که خود از یا بازمی آژانس بین المللی اتمی که در زمانهای قدیم البرادری بود و بعد از باز آل امروز گروسی هست که یا کلگی از یا در حالی که کلگی از یا امریکا را پیروی میکرد و هر دفعه هر زمانی که گفته میشد که اسرائیل مورد هدف یعنی نابودی است. خوب یادم است که چی نام در زمانی که بود گفته خمینی، امام خمینی گفته بود که دولت اسرائیل که دولت اسرائیل، ببینید خوب ببینید که چی است، دولت اسرائیل که قدس یا یروشلم یا بیت المقدس گرفته در اشغال کرده، ای از تاریخ موشوه. اول اینمی دولت گفته و اسرائیل باعث یک کشور نگفته، با وجود که کشور در سال 1947 بیرون برآمد و حالی که روسیه میگه که اوکراین هم از ماست و راستی هم که از زمانهای قدیم روس بوده نامی ازی و ولادیمیر کبیر رو میره با وجود آورده و همین خود کریما که برش میگنش ایره در زمان خروشوف بعد از مرگ استالین، خروشوف که از پدر یا از مادر یک روسی است که یا یکی از پدر یا مادر از اوکراین بوده که کریمه را به اوکراینی را داد در زمان اتحاد جماهیر شوروی. وقتی که جماهیر اتحاد شوروی از بین رفت، وارشام از بین رفت و دیگه نامش چی هست و امی گرفت، یعنی این از روسیه گرفت، پس باید به روسیه داده میشد و به خاطر که یک کشور یکی چی بوده که متحدین بود، از اون خاطر این کدام چیز در این رابطه چی نگفت. و حالا میاییم که در جنگایی که به وجود آمده در مابین قوس یک کلمه بگویم براتون یا یک جمله که اولین کشور که تا به حال از بمب اتمی استفاده کرده اینمی دولت سرکش امریکاست و من به این اطمینان کامل دارم که دومین نفری که یا دفعه بعدی که کار میکنه اینمی دولت سرکش امریکا خواهد بود و دولت ایران و رهبر انقلابش که خمینی هسته که این خمینی در زمان گفت که ما از بمب اتمی استفاده نمی کنیم
و این کار نمیکنه. اما هر دولتی که از اسرائیل چی اتمی را داره اما آژانس اتمی را قبول نداره. ایران که جای اتمی تا بال نداره یا ای که تا چند وقت پیش نداره و حال شاید داشته باشه، چون آخرین باری که چی سنتریفوگای چی را که بخیال 70 یا 60 یا 70 درجه آمده بود، ساخته شده بود که وارد به دولت روسیه داد و روسیه ایره گرفته. در اون زمان همین خود پوتین هم سر قدرت بود که ایره گرفت و گفت که ما ایره میگیریم. همین مسئله در زمان اوباما بود که این کار شد، چون که از نقطه نظر اوباما و همی کلینتون یا فرایی بودن که یک ذره فامیده بودن، یعنی از نظر دانش آدم های فامیده بودن. هیلاری کلینتون خودش هم گفت که ما تروریستای مانند طالبان و القاعده رو خودم ما ساختیم. خیلی ببینیم که در بین تروریستان هر کس از خود تروریستای خود داره. وقتی که تروریستای القاعده و ایس بود و دیگه یا کلگیشان و خودشان طالبان هم خودشان ساختن. طالبان کی ساخته؟ خب امریکا ساخته. یعنی این تروریستای خوب است به خاطر از اینکه علیه روسیه مبارزه میکنه. اما دولت ایران از زمان اولی تروریستا رو خوب فامیده بودن و از این خاطر برازیای رای ندادن که در کشورشان بیه. و اون نفری که از جندلا بود که ریگی بود، او رو محمد ترکایی از آسمان ایره کشید. وقتی که از پاکستان میرفت به طرف چی از هوایی تا کرد گرفت که این یکی از ضربات سخت بر امریکا شد و این ضربات سخت امریکا را وادار کرد که اقلا برجام بگیره و هر دفعه این بازی دادن های مختلف شروع کرده که چی ایران نمیتونه که برنامه اتمی تو چی کاره هستی که تو نمیتونی. اینجا حقوق بین المللی هستند، قانونهای بین المللی هستند، اما قانونهای بین المللی را خود در زیر پای خود قرار میده. خود امریکا قانون بین المللی زیر پای خود و این 42 ازی که نه اگر امریکا علی بابا باشه، 42 ازی یعنی ناتوس و کشورهای اروپایی و کانادا و استرالیا و اینیا هستند که اونا چی هم انگلستان هم از اروپا به وجود بیرون شد. در رابطه مسئله اروپا نمیشه به خاطر که 200 سال پیش یک فریدریش شلیگل یک فلسفه‌دان بود که در زیر نام اروپا یک جریده را یا چی میگنش این روز جریده یعنی چند یک مگزین یا یک مجله را بیرون کشید در زیر نام اروپا و در این زمان روسیه نام روسیه در این نبود، بلکه انگلستان بود اما روسیه در زیر این نبود. و چطور میتونه که اروپا شوه که بدون روسیه که یکی از بزرگترین کشور اروپایی که امو قسمت نیم انجام از زیادتر است که نسبت به کل اروپا گره. دیگه این مسئله بود. مسئله دیگه که جنگ که شروع میشه اول از نظر قوانین بین المللی است که اول مجموعه ملل متحد خویید بیکار است که یک 250 کشور است که او هیچ کدام کار کرده نمیتونه. نمیان میشنن یک چند روز نمیشه مثل لوی جرگه افغانستان رو غذا میخورن و دیگه کدام کار نمیتونه و هیچ نمیتونه که کدام چیز بکنه.
فقط کسی که میدانه این چی هست که این مجموعه 6 نفر است یا می کشورهای که چی دارن ویتو حقوق ویتو را داره و یک 6 تا او را 10 تا یا 12 ساخته که او به نام شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد است که اول بس شورای ملل متحد در اینجا بیایه و برازی بگویه که تو بیا چی که این یک پروبلم داریم یا ای که اسرائیل بیا اول به شورای امنیت ملی بگویه که من اسناد موثق دارم که ایران میخواد که ما را از چی موا کنه. همین مسئله موا که گفته شوه از در زمان یکی از در پارلمان آلمان دو فراکسیون یا دو قسمت های بیزابی پارتی هایی که سوال کردن از خود دولت که امی خامنه‌ای خمینی چی گفته بود. یه دو دانه چی گرفتن، دو دانه برگردان کننده یا ترجمان بسیار بزرگ گرفتن که بسیار فامیله بوده که اینا گفته بیاید توی میره ترجمه کن که امی چی گفته. تا بالا خوب گفته میشه که یعنی خمینی گفته که دولت چی میگنش اسرائیل باید اسمعه شود از صفحه های تاریخ موا شود و او آدمی که 2 نفر ترجمه کرد ای گفت که در اینجا نوشته نیست اسرائیل موا شود، زنه گفته شده که دولت اسرائیل که قدس اشغال کرده ای باید از صفحه های تاریخ موا شود. این دو معنای بسیار مختلف را یکی که به مانند کشور است و کشورش هم ساختگی است دیگه. مثل پاکستان رو در سال 1947 اردوی از این کشورها به وجود آمدن از طرف خود انگلستان و اینیا کلگیشان یک جاده وجود داره. یک و در رابطه به مسئله که اطلاع دیگر چی کرده دیگه بیچاره پلستینان در این رابطه چی خود آلمان برش یک کشور میداد که در اون میتونست که زندگی کنه. خب اینال این کارم نکرد، اسرائیل این کار نکرد که جامعه بین المللی را بیایه بگویه که از نظر قوانین بین المللی ما باید حمله کنیم. تا بالا امریکا هم همین کار کرده بود. کلین پاول گفته بود که اسلحه های دستجمعی مردمی که مردم ها را بسیار کلگی مردم ها را دستجمعی میکشه این اسلحه ها در اختیار دولت صدام حسین بود که اما خود کلین پاول که چی بود یکی میگنش وزیر بود. این وزیر در ملل متحد ظاهر شد و یک دروغ کلان گرفت که پسانی خودش پیشمان شد و گفت که مرا مجبور ساخته بوش که من این گپ بزنم و من باعث وزیر بودم که این مجبور بودم بزنم. پسان یا مسئله پسان آمد. اینا قوانین بین المللی چی میگن؟ قوانین بین المللی میگه که یک کشور حق داره که یعنی چی اتمی را بسازه و این کارا میتونه که اتمی بسازه و هر کس هم میتونه که از این اتمی را به حسابی چی بسازه، نامش چی هست که بمب اتمی هم بسازه. این کدام چیز خلاف منشور ملل متحد این نیست. امریکا داره، روسیه داره، چین داره، پاکستان و هندوستان داره، اسرائیل داره، اما نمیگه که دارم اما میگه که دارم. خب همیشه چی اسرائیل دولتایش همیشه بود پت میکنه و چی که در آخرین از این هست که باز میگه که من دارم اما چوب خودم گرفته.
و در زیر یعنی عضویت سازمان رام ندارم. چون امیر ترامپ که خودش اینقدر خلاف قانون کار کرد، خلاف قانونهای خود دولت ایالات متحده امریکا کار کرد و این با وجود از یادمونه وقتی که البانیز یا خانم البانیز است که در ملل متحد چی حقوق بشر حقوق بشر به حسابی رهبری میکنه و او ترامپ و امریکا رو یار گفته که از این کارها استفاده نکنین، با دیده شما این کار نکنین. آخر بعد از وارم در چی قرار داد؟ برایش چی میگنش که سانکسیون قرار داد. سانکسیون یعنی که کار جرم است، که این مسئله جرم است و از این خاطر خود البانیز را تهدید کرد که و در مقابل از او جزاها تعیین کرد که این رو بگیره. این اول خود این نفر چی یکی از پشتیبانای اول، یعنی که با بسیار پیسه میده یا پول میده به سازمان ملل متحد، این میده او را از پولش هم نمیده که من نمیتم آخرم امروزم تا بال هیچ کدام کار دیگه رابطه نمیکنم. خب اینال آمد که اسرائیل که آمد و این بسیار دیگه کوشش کرد که این در زیر از این نام بگیره که یعنی مشروطیت بر از این جنگ عملی تجاوزکارانه یک کشوری که از طرف یعنی با بازار تارها پیوند داره که تمامی کشورهای اروپا و امریکا و اروپایی بر از این اصلا مفروشه و خصوصا نازی های آلمان که وقتی که یاره سخرانن تا به حال دولت آلمان هم حال یکی از علایق دولت خود میدانه که اسرائیل کمک کنه و هیچ وقت هم برازی چی نداده. همیشه میگه که ولا سیس اینمی کاری که تو میکنی سیس، ما پشت دستیم هر کاری که میکنی و ما حتی برشون اصلا و یا میده، با وجودی که میفهمه که اصلا تقریبا از 2 سال به این طرف هسته که اصلا های اروپایی امریکایی و دیگه این دولت به اسرائیل داده میده و یا کلگیشان در قتل عام و جنایات بشری و کشتن عام داخل هست و چپ خود گرفتن در حالی که این کلگیش واضح است و یا فکر میکنن که دنیا دیگه خبر نداره، در حالی که نصف دنیا از کشورهای بیلیستیک هست که اونا چین نامش چی هست که برازیل، هندوستان، پاکستان، روسیه و حتی کشورهای عربی هم آمده. اتفاقا جنگ 12 روزی از ما به یاد جنگ 6 روزی بود که این دولت اسرائیل توانست با همکاری دولت‌های امریکا و دولت‌های غربی و همین به حسابی متحدین امریکا یا تانستن با اضافه خود شوروی که
سیستم برشان کمک نکرد و حتی خود امیر روسیه هم به ایران کمک نکرد و خود ایران بوده که از زمان اول تا به آخر خودش به نیروی خودی خود اتکا کرد و چی کرد. در اینجا مسئله دین و مسئله مذهب یا هیچ در اینجا به من و قدر زیاد مسئله نیست، بلکه چیزی که مسئله است که دولت ایران توانست تمام تنشایی که بین القومی بوده این از بین برده که این افغانستان که مظلوم است و هیچ وقتی یک کشور آباد و آزاد و بسر اتکا به خود نداره و نخواهد هم داشت. از این خاطر است که اقوام و ملیت های مختلف در اینجا اینمی وجود نیست. حتی در جنگ نفرها میایه پشتونا میگه اینا برو اینجا رو بزن، تاجیکا میگه او رو بزن یا یک اتحاد عمومی در اینجا وجود نداره، به خاطر که اینمی کشور یک کشور ورشکسته است، کشوری که رهبران از یا از که خصوصا رهبرای پشتون که میگن ما ملت کلان هستیم، خود امیا آدمای نادرست هستند که نتانستن حیثیتی ملی به خود بگیره. افغانستان با این نام خود نمیتونه که حیثیت ملی بگیره و ایره خودش یک پشتون به نام آدم خان این مسئله را گفت که هیچ وقت به نام افغان نمیتونه که مسئولیت ملیت در اینجا وجود بیاید یا یک تفکری ملی به وجود بیاید. در حالی که در ایران وقتی که چی آمد نامش چیزی اسرائیل آمد، امریکا آمد، مردم کلگیشان چی از طرف اقوام کلگیشان یک صدا کردن و گفتن ما از خاک خود دفاع میکنیم، از خاک ما علیه تجاوزگران دفاع میکنیم و اینی چیز در افغانستان وجود نشد. افغانستان از خاطر تجاوزگری نشد. گفتن که اسلام در زیر خطر است. نه مردم ها در زیر خطر است. راستی که در زیر خطر کس نبود، اما قدر که مسائلی که روسیه در اونجا آبادی کرده بود اونمو آبادی ها رو خودشان از بین برده. یک چیز مشهور است، تمام میکرویرانایی که شوروی ساخته بود او را خودشان خراب کردن. کابل خانمی کی خراب کرد؟ خود وزیر خارجیش یا وزیر یا صدراعظمش که خود صدراعظم بود، گلبدین راکتیار. خب این مسئله ما در اینجا زیاد چیز نمی کنم، اما چیزی که در اینجا بود به تمام دنیا معلوم شد و خصوصا به اسرائیل و خصوصا به امریکا که دولت ایران دولت قوی است و در چیزی که از با وجودی که بگن که یا دولت که به اسلامی هستن، با وجودی که دولت آخوندی برش میگن ملا میگن، نتانست که کار بکنه و اسرائیل و امریکا بازی او کسایی رو خوردن که از زمان چی نامشی هست که محمد رضا شاه بود. رضا شاه را خودشان قبول نکرد امریکا وقتی که از ایران فرار کردن. نه رضا شاه و نه پهلوی و نه فردیبا و یار قبول نکردن و یا بیچاره در مصر رفتن و در مصر پیش انور سادات رفتن و این بخیرم یک عروسی از یام دم اونجا شد. انور سادات خودش یک دفعه دیدیم که با وجودی که میگفت که ما از چیستم یعنی رهبری که جمال ناصر داشتن من داشتم، اون نام عربی رو از بین برد، پس به نام مصر تبدیل کرد که یک کار خوب بوده و را دیدیم که در
6 روز یا تمام گیشه گرفتن. در 12 روز نتونست که امریکا و اسرائیل با اتحاد جمعی خود بتونه که ایران شکست بده و ایران از نظر سیاسی پخته، از نظر حیثیت ملی بسیار بزرگ